قصه ما مثل شد. سلام و صد سلامی صمیمانه تقدیم هر یکی شما عزیزان شنونده. مدینه حیدرزاده هستم. با یکی دیگر از بخش‌های برنامه قصه ما مثل شد لحظات را در کنارتان هستیم. فصل بهار است و باران‌های موسمی و گاه و بگاه. با وجود ابرهای گذرای بهاری گاه در یک شهر با چند نوع آب و هوا مواجه می‌شویم. در گوشه‌ای باران می‌بارد و در بخش دیگر آسمان صاف است و خورشید می‌درخشد و در قسمت لبخندی رنگین کمان شادی را مهمان دلهای مردم شهر می‌کند. پدیده زیبای بهار و هدیه طبیعت است که یک شهر و چند هوا. اما چشمتان رازی بد نبیند که گاه برخی از مردم پا فراتر از این نهاده مصداق یک بام و دو هوا شدند. عزیزان، امروز با ضرب المثل یک بام و دو هوا در خدمت شما خوبان هستیم. تا پایان همراهی ما باشید. یک بام و دو هوا ضرب المثل است معروف و بسیار قدیمی که کاربردهای فراوانی دارد. هرگاه شخص یا گروه مطلب یا چیزی را از کسی بخواهند و به خواسته آنان توجه نشود ولی دیگران از آن بهره‌مند گردند، این ضرب المثل استفاده می شود. یک بام و دو هوا اصطلاح عامیانه و در سیاست نیز مفهومی رایج است. این ضرب المثل وقتی به کار می رود که کسی یک چیز را در جای خوب و پسندیده بداند و در موقعیت دیگر همان چیز را بد و ناپسند به شمار آورد. یعنی از دو صفت متضاد همزمان برای یک چیز و یک مسئله استفاده شود. غالباً این ضرب المثل برای اشاره به تبعیض و بی‌عدالتی آن هم در شرایط یکسان به کار می رود. اما در عالم سیاست نیز عبارت دابل استاندارد همین مفهوم را دارد، به این معنا که در مورد یک قضیه مشخص دو نوع سیاست اجرا می شود. شاید شما هم شنیده باشید در برخی فرهنگ‌ها برخی رفتارها توسط گروه از مردم پذیرفته است، اما انجام همان رفتار توسط افراد دیگر از مردم ناپذیرفتنی و تابو است.
بسیار خرسند می‌شویم اگر در کامنت های خود این نوع تجربه ها و شنیده های خود را با ما در میان بگذارید. حالا نوبتی هم باشد میرویم سراغ داستان این ضرب المثل. پس دعوت میکنم تا بشنویم از منشأ این ضرب المثل که بسیار شنیدنی و جالب است. زنی یک دختر و یک پسر داشت که هر دو ازدواج کرده بودند، اما او داماد خود را بیشتر دوست می داشت و از عروسش دل چندان خوشی نداشت. یک شب تابستانی پسر و عروسش در یک سمت پشت بام منزل مادری خوابیده بودند و دختر و دامادش در طرف دیگری پشت بام. نیمه های شب این مادر به بالای پشت بام به سمت دختر و دامادش می رود. متوجه می شود که با فاصله از هم خوابیدند. دخترش را بیدار می کند و می گوید: عزیزم، هوا سرد است. یک وقت سرما می خورید. برو کنار شوهرت که گرم شوید. بعد می رود طرف پسر و عروسش. می بیند که کنار یکدیگر خوابیدند. پسرش را بیدار می کند و می گوید: پسرم، هوا گرم است. این طور اذیت می شوی. کمی با فاصله بخوابید. عروس خانه که از ابتدا بیدار بوده و ماجرا را دیده بود زیر لب می گوید: قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را. این سر بام تابستان، آن سر بام زمستان. و چنین شد که قصه ما مثل شد. بسیار سپاسگزارم از دوست، استاد و همکاری نازنینم بانو سعیده عبدالله زاده. این ضرب المثل را وقتی به کار میبرند که کسی بخواهد میان دو کس یا دو چیزی یکسان از روی غرض یا حسادت یا جهل تفاوت بگذارد و تبعیض قائل شود. البته به این حکایت از لحاظ اخلاقی، روانشناسی و جامعه شناسی نیز میتوان نگریست. نه اشتباه نکنید، ما اینجا نمیخواهیم باب پند و نصیحت را باز کنیم. نه، فقط جهت اطلاع یک نکته را خدمتتان عرض میکنیم که شاید برداشت شخصی ما و نگاه از یک زاویه دیگر به حکایت این مثل باشد. بله دوستان، اگر مادر خانواده عروسش را همچون دختر خود می‌دانست
و آنچه را که برای دختر خود مطلوب می‌دانست برای عروس هم می‌پسندید، دچار چنین رفتاری یک بام و دو هوایی نمی‌شد. یک قول معروف هست که میگوید خوش‌دامنی زرنگ و پیروز آن است که با آمدن عروس یک دختر به خانه‌اش می‌آورد، ولی خوش‌دامنی بازنده کسی است که با آمدن عروس پسرش را هم از دست می‌دهد. تشکر و سپاس فراوان که با صبر و حوصله ما را شنیدید. برنامه امروزمان همینجا به پایان میرسد. تا درودی دیگر، بدرود.